سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم با پارت بعدی آموزش سیمز. این هفته من 2 بار ویدیو ضبط کردم و هر سری هم وسط ویدیو صدا میرفت و سری اولش بد بوده، سری دوم حواسم بودش که صدا اوکی باشه. آخر ویدیو صدا بد شده بود و من بازی رو سیو کرده بودم و نصف کارهایی که میخواستم بهتون بگم انجام داده بودم و مجبور شدم که از اون خانواده که داشتم یک کپی بگیرم و دوباره بازیش کنیم. بریم که بازی رو شروع کنیم. خب من اینا رو با هم ازدواج دادم و اینکه چون میخوام یه ویدیو بگیرم برای نحوه ازدواج دادن دیگه ویدیوشو نداشتم، اینو بعدا میذارم. بریم که بچه دارشون کنیم. خب برای اینکه بخوام بچه دار بشن باید این صورتیه به یه حدی برسه که ترای فور بیبی براتون وا بشه. وقتی وا شد شما رو میزنید و اینا میرن که تلاش کنن برای اینکه بچه دار بشن. چند تا چیز ممکنه. یکی این که آقا مثلا شما دلتون میخواد بچه‌تون 2 قلو بشه، 3 قلو بشه، یا اینکه پسر بشه، دختر بشه. ما همه این احتمالات رو داریم و با یه سری از کارا میتونیم احتمال پسر شدن، 2 قلو شدن، دختر شدن اینا رو بالا ببریم. حالا علاوه بر همه اینا خب چیت هم هست که یه چیت میتونیم بزنیم که اصلا هیچ کدوم از این احتمالات هم در نظر گرفته نشه و خودمون مشخص کنیم که بچه 2 قلو باشه چی باشه، که به نظر من اون یه خورده از حالت واقعی بودن بازی کم میکنه. چیز دیگه هم که هست اینه که یه چیزی هست به اسم MC کامنت که من اون مودو نریختم. وقتی اونو میریزی یه گزینه داره توی پرگننت که میزنه که مثلا 2 قلو حامل است، دختر مثلا، که اونم حتما بهتون آموزش میدم. بریم که ما تلاشمون رو بکنیم ببینیم که حامله میشه یا نه. خب بیا اینجا. Kaluba. Mwah. Samzo. Mimlet Sabricia. Flazzle Pelka. Plurna. Ah, Bayumi. Plef. Tugabudge. هم میتونه اینجوری براتون بیاد ترای فور بیبی. اینجا الان اومد. هم روی تخت بزنید میبینید که هستش. حالا ما میایم که رفتی یه دوباره رفت. حالا من همین اینجا بزنیم ببینیم که چی میشه. دستشویی هم داره. Glara. Zarbs? Mapleaver. Amsum. Rogaba. Abs. Yeshua. How is this? Yamful? Smut. همین دستشویش گرفت نظرم. برو دستشویی وایسا. نه رفت. خب احتمالاتی که باعث میشه که مثلا پسر بشه، من دوست دارم پسر بشه، احتمالاتی که وجود داره اینه که یکی از این مودای داخل سیمز که برای خونه است رو فعال کنید که باعث میشه که بچه 2 قلو بشه یا شاید بیشتر. برای اینکه پسر بشه باید هویج بخوره، برای اینکه دختر بشه باید توت فرنگی بخوره. بعد یه هم آهنگ هست مثلا اگه دختر بشه باید مثلا موسیقی پاپ گوش بده، برای اینکه پسر بشه یه نوع موزیک دیگه که همه اینا رو بهتون میدن. زمانی که شما اینو میزنید اینجا این گزینه میاد، اینو میزنید، این گزینه رو باید فعال کنید قبل از اینکه حامله بشه، یعنی تلاش کنن برای بچه دار شدن. وقتی اینو بزنید این گزینه باشه، توی این گزینه میتونید انتخابش کنید که من انتخاب کردم.
بعد از اینکه این کار کنید دوقلو میشن بچه. حالا مثلا من چون دلم نمیخواد الان یادم رفت بزنم، ولی حالا میزنم شاید تاثیر داشته باشه چون دلم نمیخواد دوقلو باشه. اینو میزنیم ولی اگه شما بخواید به بازی اضافهش میکنید طبیعتا. Eloyd. این بره دستشویی، بعد از که بره دستشویی همین اینجا میتونه تست پرگننس بده ببینیم که حامله شده یا نه. بله حامله است. رفته چون بگه Dunda. Winubu. Jarjuk. Zarazar. Vula Shaka Teebs. Parsip Neebs. Sigluna. Gorsoy. Silu. Gel. Mwah. Ooh. Nino Chaza. Oh, Griffin. خب حالا ببینیم گفتیم باید هویج بخوره، میتونیم سفارش بدیم هویج. آره 2 سفارش میدم بیاره برام و بعد آهنگ اینو گوش بده برای که پسر بشه. بیا اینجا یه آهنگ گوش کن. بعد از اونم برو بخواب. خوابید هم بی بخواب. خب بخوابه تا بره صبح بشه. چرا هویجر نمیاره؟ Vimpa Laksa. Oh, Ravobe. Winu. آهنگ گوش بده. فعلا بچهش به دنیا نمیاد و طول میکشه. ما داریم تلاشمون رو میکنیم که چیزایی که باعث میشه که بچه پسر بشه، چون من دارم میخواد بچه پسر بشه انجام میدیم تا ببینیم که چی میشه. بذار بره دوش بگیره. نه داره خوب انجام بده. Oh, Bemvoy. Varnoi. Viva Daisel. Viva Daisel Yerno. Varo. This girl. Moochie Peachy. Ah. Shaby Balooey. Yibs. Wixona Zarspa. Penthip. Vabreeze. Babwa. Lanu. Sponge and Azul Yaga. Yonk. Huh? Philibok? Zul? Oh, Oh. باش. Ah.
Chima. Whoa. باز Uh-huh. Bala Groot. بسته دیگه. خب چی به مسافرت؟ فکر کنم اینه. گفتم باید وکیشن چیزی باشه. یه همچین چیزی باید باشه. Mimlet. Kiarba Uchima Tisawet. Mitzel. Kipoy. آره باز شد. نکنید هم میتونیم اینجا بریم هم اینا دیگه هستیم بریم. اینجا 8 خوابه میخوام چیکار؟ یه خوابه نداره؟ چرا نه؟ البته اینو بگیرم خب برای 2 روز رنتش کردم ببینیم چی میشه. یه سیو بزنم بازیو. خب Shinoy. Maisie Grove, Craybow. Maisie Grove, Craybow. Flingle zips, flingle zips. چیکار دارم خب خب این چیه؟ این طرف دار شنا کنید دوتایی با هم. خب بریم اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته. یکی از اون مکان‌ها رو پیدا کردم. بیاد
خب وایسا 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 اینم بیاد. نه نه وایسا وایسا یه دقیقه. ای بابا یک سال طول کشید تا زنه بیاد تقریبا. پشت دادمش دستش سخت شده. Rainbow, Whitson. که آدم دستشو کرد. Borba! چه چیز جالبیه. اینو فکر کنم تا حالا تلاش نکرده بودم که اینجور جا رو کشف کنم. دیگه من چیزی نمیبینم. برید ببینم. چرا نمیشه؟ نمیشه. بی شاید حالا توی سفر بعدتون بتونید بازش کنید. ای بابا برگردید خونه. Pomeray. Oh, Zonacloy! Bimbus. Schwan? Niborf, Gajoof. Moping Broody. Broody Vibadeso. Zopy. Vabo. ببینم با هم. Maybe Saponario. Clevitz. Lino? Oh, Sarkini. Oofra. Oh, Yataboo. Upset. بایدش بگیر. بله. خیلی کم آهنگوش داد و اینجوری هم که الان Quexanon? بذار آهنگوش بده. تو هم بخورا بخوده. Jilurba Kitsuni. Araba. چه عجب. Ilani? Melissa. Oh, Singula Yisharao.
Finabib Bolingo. Nerva Shopik, huh? Cranky Hisma. Franj Banfa. Kusha. Feru. Curva. حالا تا زمانی که این داره بچه رو به دنیا میاره راههای دیگه هم وجود داره برای اینکه بخوایم بچه دار بشیم. ما میتونیم که این پروسه حامله شدنش نباشه، فقط بچه این دوتا همون لحظه به دنیا بیاد، یا اینکه از پرورشگاه بگیرید که اونم همش داخل اینجا هست. فکرم این آره. بعد روی این میزنید. اینجا میتونید از پرورشگاه بچه رو بیارید و اینکه بزرگش کنید دیگه. تو هر سنی هم آره میتونید باشه. زنگ بزنم نگاه کنید، اینا بچه کوچیک تو هر سنی هست. با این قیمت میگیرید و بزرگشون میکنید. خب دوستان الان نگاه کنید تایم زمان حاملگیش رسید. برای دستشویی و بره هاسپیتال. بریم تو بیمارستان جوین بشه بهش و بره بیمارستان. Blaffy? Blaffy? Blaffy! که مریضه خودت هم میتونی بری اینجا فکرم دکتر. خودو بیا. Sul Baromus. Shimpur. زنم تو داره میره. بیا. و میتونست همونجا بچه رو دنیا بیاره جلوی همون تختی که براش گذاشتیم. میتونستم بیاد بیمارستان. آره من آوردمش بیمارستان که شما ببینید که چجوری میشه. Wograchov? Infalina Simze. Warba. کیف کردم. It's a boy. پسر شد و یه خودش چی داره؟ آلبرت خوبه. یه دونه بود و پسر همون جوری که می‌خواستیم شد. میگم تو من احتمالا رو برداشتم دیگه، احتمالا دوقلو شدن رو. فقط تمام کارهایی کردم که دوست داشتم پسر بشه و با حال بیا اینجا چرا این استوب شده. فرستادتمون خونه اینجاست. آخه نزدیک ببینیمش. واقعا توی این سن خیلی زشته. بیا اینجا. آخه وقتی نداشتم بدبخت. نگاه کنید. Yalvigna ma dashguno. Napsa banubu. Elfers de doyum. Ooh, jumping koya jabu. Oh, Yashona. لباسش هم میکنه تنش. Oh, Nubu. و اینکه
Who did this game? پوشکشم عوض کنم. Oh, gaffa flibble. Oh, Pukanoi. Narimbu Nubu. این از این. خب دوستان اینم از این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. منتظر پارتای بعدی باشید. قرار اینو بزرگ کنیم، کلی هنر بهش یاد بدیم، موزیسین بشه، خواننده بشه و کلی کارهای دیگه. تا پارتای بعدی مواظب خودتون باشید.